برنامه‌ریزی تفاوتش با کنترل پروژه چیه؟ در چه قسمت‌هایی اول نیاز به برنامه‌ریزی داریم برای پروژه هامون و پروژه هامون به چه صورت دارن مدیریت میشن؟ اگر قسمت مهندسی رو داریم مدیریت میکنیم از چه فریمورک هایی و چه ابزاری بهتر استفاده بکنیم و اینکه اگر داریم تاسک منیجمنت انجام میدیم چه ابزارهایی نیاز هست برای این کار، کجا میتونیم از اکسل کمک بگیریم، کجا از جیرا و تفاوت اینا در چیه. در این دوره با من همراه باشین تا با تیم سازی که با هم دیگه انجام میدیم با استانداردهایی که پیش رو داریم و حوزه‌های دانشی که در استاندارد هست ببینیم که کجاها میتونیم ازشون استفاده بکنیم و در کدوم قسمت‌های پروژمون میتونیم راندمان پروژمون رو افزایش بدیم. وظیفه بچه‌های کنترل پروژه گزارش سازی و تصمیم سازی برای مدیران ارشد سازمانه. پس مهمترین قسمتی که در کارگاه عملیمون ما داریم اینه که در نهایت تمام این فرآیندی که داریم طی می‌کنیم بتونه به گزارشات کارآمد و قابلی انجامه که مدیران بتونن بر اساس اون تصمیم بگیرن. خوشحال میشم که در این دوره ببینمتون و اینکه بیشتر با هم از نزدیک آشنا بشیم و چالش ها و مشکلاتی که در کار و پروژه هامون داریم رو بتونیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم.